فرق کافه با رستوران چیه یعنی؟ کافه یه چیزیه که یه رستورانیه که چیزه فقط توش چیز داره، توش کافه داره، قهوه داره، چای داره، صبونه داره. اما تو رستوران میتونی بری شام بخوری، مثل برنج و گوش، مثل جیگر، مثل کباب اینا. اما کافه اینجور چیزا رو نمیفروشه. حالا تو بیشتر دوست داری بری کافه یا دوست داری بری رستوران؟ بیشتر دوست دارم برم رستورانای شیک. مثلا چه چیزی به نظرت توی رستوران باعث میشه که اون رستوران شیک باشه؟ نگاه کن الان فضای اینجا نگاه کن، همین شکلی.